خوف، اینجا علما میگن که خوف سه قسم است. یکی خوف اعتقادی هست، یکی خوف اعتقادی هست که انسان از خالق خود به خاطر قوتش، عظمتش و عدالتش میترسه. ذات با عظمت است، ذات است که جنت و دوزخ به دست از اوست، ذات است که زندگی و مرگ ما به دست از او است، ذات است که عدالت از او، اگر در عدالتش گیر آمدی و جنایت کرده باشی، الله تو را در جای داخلت میکنه که اونجا بسیار خطرناک است. قبر، پل صراط، دوزخ، عذاب‌های گوناگون. از این خاطر انسان مسلمان این خوف چی میگن؟ خوف اعتقادی میگن که از خالق خود به خاطر عظمت خالق میترسه، از خالق خود به خاطر عدالت خالق میترسه، از خالق خود به خاطر ازو که او سلطنتش بالای دنیا و زمین، بالای زمین و آسمان و دنیا و آخرت است. از او خاطر ای از خالق خود میترسه. اینی ترسه، اینی خوفه. این خوف چی میگن؟ این خوف اعتقادی هست.